10 نفر در بی‌ترتیبی‌های اوش قرقیزستان جراحت برداشتند. مسابقه جام پرزیدنت اوید با کوکبورو یا بوسکشی در شهر اوش این کشور با مناقشه و مجروح شدن 100 نفر انجام یافت. یک کس را به بیمارستان انتقال دادند. در این باره ژیلدیز ایگرچینووا سخنگوی وزارت حفظ تندرستی قرقیزستان خبر داد. به ترتیبی میانی مخلصان و شرکتداران در دور نهایی جام پرزیدنت قرقیزستان اوید با کوکبورو روز 31 آگوست در شهر اوش سر زد. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای نشر شده است که دیده می شود گروه به سوی میدان مسابقه هجوم می کنند. به نقل شاهدان به ترتیب بعدی آن آغاز شد که مخلصان ناراضی از نتیجه بازی داور را لطوکوب کردند. مقامات قرقیزستان بعد تحقیق این حادثه شروع نمودند. در بازی نهایی دسته های دوستوک و انتیمک رقابت کردند و دسته انتیمک پیروز اعلام شد.